یک شاخه گل، برنامه شماره 264. این برنامه با همکاری قوامی، جلیل شهناز و پرویز یاحقی در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، حافظ و بهادر یگانه. گوینده آذر پژوهش. زان پیش که سرگران کند خواب عدم، از دوست سخن بگو، بگو باز بگو. زان پیش که سرگران کند خواب عدم، از دوست سخن بگو، بگو در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. کیست دردی کش این میکده یارب، که درش قبله حاجت و محراب دعا می‌بینم. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر،
این همه از نظر لطف خدا میبینم. دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر، این همه از نظر لطف خدا میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم.
امشب ز همچون نگاه تو گرمم چون چشم مستت خرابم با خویشتن در ستیزم وز خویشتن در گریزم زنجیر دیوان خیزم موجم که اندر شتابم
من شمع بزم وفایم سر تا به پا
بگذار تا به شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه‌ای همه محتاج آن دریم. تا کی به کام دل ز لب لعل او رسیم، در خون دل نشسته چو یاقوت احمری. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره این شیوه نسپریم. شاخه گل شماره 264.